دهان اصلا کی جرقه آتیشو زد؟ این رویا رو از چشمای کی قرض گرفته بودم؟ دور کی مثل پروانه میچرخیدم که برای عشقش میسوختم؟ زخمای زیادی تو قلبم به وجود اومد. پس الان مثل یه قسمی که به اشتباه خورده شده قلب تو انکار کن. یه دیوار پیدا کن تا سر تو بهش بکوبی. بیدار شو پسر، بیدار شو. اونی که دنیا رو با حرفش رو سرت خراب کرده دروغه. دیگه توان باور نداری. دنیا دروغه. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس مدیا اینترتینمنت. فکر میکنی میخوام به آسیب بزنم؟ چرا این کارو کردی؟ بچه بودم، رو به مرگ میترسیدم. میدونم اینا دلایل خوبی برای اون تهمتی که بهت زدم نیست. زندگی تو ازت گرفتم، ولی حاضرم تقاص پس بدم. یعنی اگه این دردتو کم میکنه. سلوی، چرا از زندان آزادم کردی؟ کاش به جای اینکه با تو روبرو بشم میذاشتی تا لحظه مرگم تو زندان بمونم. میخواستم جبران کنم. دهان، من برای این موضوع سالها با عذاب وجدان و درد زندگی کردم. من 11 سال از عمرتو گرفتم، زندگی تو گرفتم، آینده تو گرفتم، زنی که دوست داشتی رو گرفتم. خواستم جبران کنم. تونستی؟ تلافی کردی؟ وجدانت آروم شد؟
ارزششو داشت؟ آره داشت. ارزش داشت. آفرین. این سالهای عمرم الکی نرفته. عمر من رو عمر کسی اضافه شد که بیشتر از من لیاقت داشت. دهان سویسر. من با اینکه هیچ کاری نکردم، با تهمتی که بهم زده شد سلامتی یکی رو برگردوندم. چطوره؟ چه موفقیت بزرگی. دهان، من ازت عصبانی نیستم. نمیتونم ازت عصبانی باشم. نمیتونم ناراحت باشم. بچه بودی، مریض بودی، میخواستی زنده بمونی. این بهونه ها برای من کافی هن. ولی یه چیزی نمیفهمم. تو میدونستی قاتل اصلی کیه، ولی با این حال نادیده گرفتی. چرا؟ اونا بابامو کشتن. چرا؟ سنگ کیو به سینه میزنی؟ زود باشین، عجله کنین. باید از دست ریدوان راحت بشیم. سنگ کسی رو به سینه نمیزنم. میزنی. اندراره؟ فهری؟ یلماز؟ بگو دیگه، حرف بزن. سلوی حرف بزن، یه چیزی بگو. من میدونم که اندر پول بیمارستان تو رو داده. اندر دست خودش آلوده نمیکنه. اون فقط دستور داده. قاتل کیه؟ یا فهریه یا یلماز؟ هیچ کدومشون. نمیدونم کیه، ولی اونا نیستن. مزخرفه، حرفتو باور نمی کنم. معلوم شد چرا یلماز اینقدر رود حساسه. داداشته. دیگه چی هست؟ دیگه چی مونده؟ بگو دیگه چی توی گذشتت داری سلوی؟ دیگه چی مونده؟ ها؟ دیگه چی مونده که من باید بدونم؟ هرچی باید میدونستی و گفتم. باور نمی کنم. ولم کن. باید حرف بزنی، باید بگی. یلماز قاتل آره؟ باید بهم بگی. گفتم که نمیدونم. سلوی! چیه؟ ها؟ میخوای بکشی؟ بکش. فکر میکنی میترسم؟ ها؟ میخوای چیکار کنی؟ ها؟ میخوای منو مثل حاتمایی تو خونه اندر بزنی؟ بزن! اونو من نکشتم. واقعا؟ یا منو بکش یا ولم کن.
قبل از اینکه بیاین تو ریدوانو بیرون دیدین؟ شاید همسایه ها دیده باشنش. باز شروع نکن فهری، دهنمو باز میکنم. این کمیسر رو کی کشته؟ دهان؟ نه بابا، دهان از این کارا بلد نیست. پس کی کشته؟ هر کی. کسی چیزی نمیدونه. نه چیزی دیدیم نه چیزی شنیدیم. اگه بفهمن تو خونم یه کمیسر مرده، زندگیم نابود میشه. این یه نقشی تو این کار داره. امروز داشت یه کارایی میکنه. چی میگی تو؟ چی میگی؟ اگه بفهمم با اون دختره ویلدان از قبل یه نقشه‌ای داشتین. تو میخوای منو سکته بدی؟ میخوای از نگرانی بمیرم؟ چند روز کجا بودی؟ پلیس ها اومدن کیفتو آوردن، منو از نگرانی کشتی. کجا بودی؟ امضای گرجی زردانه. قصدش اینه ما رو بترسونه. داره نوبتی میکشه. منظورت کیاست؟ اونایی که قتل سزایو میدونن. این گرجی زردان مگه برای دفاع از اندر نیومده بود؟ بعدش هم که با اعتراف سلوی. چه اعترافی؟ ها؟ بلش کن. هدفش اینه که کسایی که از این قتل خبر دارن رو بکشه و اجازه نده پلیس این در رو پیدا کنه. خدا لعنتش کنه. برای همین دنبال سلوی بود. مراقب ییلماس و فهری باش. ای بابا، فقط تو میتونی از دشمن جونت محافظت کنی. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس مدیا اینترتینمنت.
رامی اول بیارش اینجا تا اندر کاراشو بکنه. بعدم خانم وکیل و خودمون میرسونیم سر قرارش با اسرائیل. اینو بخور یکم آروم بشی. به کی زنگ میزدی؟ هیچکی. این همه وقت با داهان بودی. چرا انقدر عجله داشتی که کیف و گوشی تو جا بذاری؟ به منم خبر ندادی. چطور تونستی انقدر بی فکر باشی؟ هرچی بگی حق داری از کی فرار میکنی دخترم؟ باز داهان چه بلایی میخواد سرت بیاره؟ هیچی، نگران نباش. یعنی چی نگران نباشم؟ این همه وقت کجا بودین؟ چی کار میکردین؟ منو ببین. نکنه این پسر به زور یه کارایی کرده. دهان اونجوری نیست. پس چرا غیبتون زد؟ چرا هم مادر اونو هم منو اینجا انقدر پریشون کردی؟ ارزششو داشت؟ داشت. کافیه؟ دیگه دهان تو زندگیم نیست. ولی منم دیگه تو زندگی هیچ کدومتون نیستم. گم میشم، از اینجا میرم. دهان سویسر که عکسشو فرستاده بودین داره به سمت بویوک دره میره. دیوونه میگه این پسر منه. این بچه تست دی ان ای داره که معلوم بشه پدرش کیه. اینا رسما دیوونه شدن داداش. شایدم اندر یه نقشه داره. هر کی به ماسی بزنه بدبختش. بریل آزگور! بریل وایسا حرف بزنیم. پدر دارم بچه‌مو میبرم، ولم کن لطفا، بذار برم. اون بچه ای تو نیست. بفرمایید. خدا رو شکر. کجایی؟ خوبی؟ آره، تو خونم. تو چطوری؟ من از اتفاقا خبر دارم. خوبم. خب واسه دارم میام. خوبی؟ آره خوبم. میخوام برم دادگاه. دادگاه؟ چرا؟ برای چی؟ داهان باهات کاری کرده؟ بگو. نمیرم که از داهان شکایت کنم. میرم تسلیم شم. میرم بگم قتل سزای کارالی کار من. چی؟ این دیگه از کجا در اومد؟ داداش من دیگه نمیتونم تحمل کنم. مزخرف نگو دختر، سنت بهت اجازه نمیده. تو اون موقع بچه بودی. تو واسه مجازات شدن دلیل نداری. فقط میخوای منو بدبخت کنی؟ میخوای منو بگیرن؟ من میخوام تو از اینجا دور شی و یه زندگی جدید رو شروع کنی. حتی اگه واسه مجازات شدنم دلیلی نداشته باشم، به عنوان یه وکیل خیلی کارا کردم که روند رسیدگی به پرونده منحرف بشه. داداش من نمیتونم چیزایی که از تو دهان گرفتم و پس بدم. حتی اگه منو اعدام کنن هم نمیتونم تقاص کارایی که با شما کردم و پس بدم. همه اتفاقا به خاطر من بود. من باید مجازات بشم. ببین الان گوشی رو قطع کن. یه آبی به دست صورتت بزن. من دارم میام پیشت، باشه؟ داداش من تصمیممو گرفتم. حلالم کن. ویلدان
زود باش زود باش. چی شده؟ برو پیش ویلدان. برای اینکه وقت بخرم دهانو فرستادم سمت یه بچه دیگه. پس برای همون گفت بچه رو بردارم بیام پیش تو. دهان گفت میدونه سوزگور بچه ما نیست. منو گول زد. منم مثل احمقا باورش کردم. خب پس یه دشمن دیگه پیدا کرد. اندر بچم کجاست؟ من نمیدونم. چطور نمیدونی اندر؟ بچه رو به کی دادی؟ اندر التماست میکنم بگو بچم کجاست؟ قسم میخورم زنت بشم، خانوادت باشم، فقط بگو که کجاست. نمیذارم دهان حتی روی اونو ببینه. با هم بازی کرد، اصلا نمیبخشمش. باشه، همه ی تلاشمو میکنم. کجا داری میری؟ نمیذارم بری. کجا داری میری؟ خاله ساکر ول کن تو رو خدا. اینطوری برای هممون خیلی بهتر. من یه زن 60 سالم، خوب و بد و میخوام از تو یاد بگیرم. نمیذارم جایی بری، اجازه نمیدم، باهاتو میشکنم. خواهش میکنم سخت‌ترش نکن. اگه نرم خودمو میکشم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ میکشمت. نمیذارم. باید اول منو بکشی بعد بری. نمیذارم بری. مامان بذار برم. مامان سلوی چرا باید این کلمه رو که سال‌هاست منتظرشم اینطوری بشنوم؟ قرار بود وقتی داری از پیش من میری تازه بهم بگی مامان. تو داری بهم صدقه میدی. من این همه سال این کلمه رو مثل یه نفس حبس شده تو خودم نگه داشته بودم. مامان جانم جانم عزیزم مامانم. تا حالا نتونسته بودم اینو بهت بگم. خیلی خواستم، همش سر زبونم بود ولی نتونستم بگم. احساسش کردم. خیلی دلم میخواست بهت بگم مامان. جانم مامان جانم مامان جان. من فکر میکردم که شاید خودت نمیخوای که بگی. سلوی حالا که مادر و دختر شدیم نرو. هر کاری میکنی نرو نرو. زود باش دیگه، گاز بده، زود باش. بچه تو ماشین از این تندتر نمیتونم چرا برم. نمیفهمی؟ ویلدان میخواد بره دادگاه. هم ویلدان تو هم وجدانت، هرچی میکشیم تقصیر اونه. پخش بین المللی زبان فارسی جواب از نمیده، نمیده. مدیا اینترتینمنت.
سب کن. بشین. آروم آروم. خوبه، آفرین به دخترم. پسر. تا داری چی کار میکنی؟ پسرم، به تون صدات بیشتر دقت کن. با کشتن اطرافیانم نمیتونی منو نجات بدی. اونم دقیقاً تو خونه خودم. اگه تو خونت ازت محافظت نکنم چه فایده ای دارم ها؟ اینجا خونه منه، خونه من و زنم. خوبه. امیدوارم درس عبرت بگیری. باید بفهمی که دیگه نباید شریک جرماتو پیش خودت نگه داری. اگه نمیخوای شکارت کنن باید حواست جمع باشه. باید حرف میزدیم، واسه اون اومدن. اونا کی هستن که بتونن بیان به خونه تو ها؟ مرد واقعی نباید بذاره یه عده کثافت بیان خونه خودش و زنش. این یه جنتلمن واقعی هیچ وقت کارشو تو خونش نمیبره. اینم دو. و سوم این که شام منتظرتم. اون دسری که خیلی دوستش داری رو میارن. سلوی رو میارن. دهان؟ باشه، حرف میزنیم. شیشه سالن رو عوض کردی؟ آره، پرنده خودشو کوبید به شیشه، ترک برداشته بود. داشتی با کی حرف میزدی؟ از شرکت زنگ زدن. ربطش به دهان چی بود؟ مگه دهان شریک شایکا نیست؟ شایکا هر جور شده باید زودتر این شراکت رو تموم کنه. موافقم. وقتی میخوام بچم رو بگیرم دهان هر چی بی پول تر باشه بهتره. خودشم که قاتل باباته. سلوی منم با خودت ببر. کاش میشد، اما ممکن نیست. مطمئن باش خوب میشم. حداقل وجدانم یکم آروم میگیره. وقتی اینطوری حرف میزنی من خیلی میترسم. میخوای چی کار کنی؟ کجا بری؟ مامان حلالم کن. نمی کنم. نه محبتم و نه زحماتم. من تو رو تو قلبم جا دادم که بری ها؟ من تو رو مثل دختر خودم میدونستم که حالا پشت سرت گریه کنم. نمیشه سلوی، نمیشه. به خدا نمیتونم تحمل کنم. نمیتونم همینطوری نگاهت کنم. از ترس اینکه بلایی سرت بیاد نمیتونم زندگی کنم. اینطوری نکن مامان. اگه بمونم این تاریکی وجودم به تو هم سرایت میکنه. درکم کن. تو تنها خانواده منی. اینجا تنها خونمه. اگه میرم واسه اینه که دوستت دارم. اگه اتفاقی برات بیفته من میمیرم. میفهمی چی میگم؟ خواهش میکنم این کارو نکن. خواهش میکنم بذار برم. نکن. نرو. آبجی الان ساعت تعویزه. همین نزدیکی پیادت کنم. خیابون چاقلایان میخوام برم. ای بابا شما که گفتی نزدیک. برو هر جا میری فقط برو. زود باش. باشه خواهر عصبی نشو. باشه میرم دیگه. ای بابا بیا برو دیگه داداش، راه بازه. ببین اصلا وای نستی یا فقط راه تو برو. داداش داری چی کار میکنی؟ من زن و بچه دارم ها. برو فقط سری برو.
کیفم. بیا زود باش. اینو باید اینطوری درست کنیم. ببین چی کار میکنم. نه اونطوری نیست. نه اینو باید اینطوری بگیری و بکشی. اینطوری باشه. دستتم ول نکنی. محکم بگیرش. خب پسرم حالا تو ادامه بده. آفرین. تیم غیبت دارن کار میکنن؟ ها؟ چایی قهوه چیزی میخواین؟ من یه چای میخوام لطفا. باشه. کنارش هم یه شیرینی بیارم عالی میشه نه؟ میل داری؟ کوفت بخور. واسه این ما رو آوردی اینجا؟ تو که به دعوا و کتککاری عادت داری. وقتی کتک نمیخوری حالت بد میشه نه؟ مثل آدم بگین مشکلتون چیه؟ آدم بودن باید از تو یاد بگیرم؟ ها؟ معنی آدم بودن اینه که همینجا بشینی و خفشی. آرامش هم به هم نزنین. دهان که بیاد دلیل بودنتون رو میفهمین. این چیه؟ همه جا بوی مواد شوینده میده. منم نفهمیدم. توقع نداشتم اینجا ببینمت. چرا؟ چرا؟ مگه خودت نگفتی دیگه نمیخوام این در رو ببینم بریل؟ قصد اومدن نداشتم. ولی آسمان خانم دیگه صبرمو تموم کرده بود. یعنی میخوای بگی مرگو به چشم دیدی و برگشتی؟ خب بگو ببینم داداش عزیزمو هم دیدی یا نه؟ حرفای بابا مظفر تاثیر خودشو گذاشته. فاصله انداخته. خیلی خوب باشه. فرصت کردی در مورد شرکت حرف بزنی؟ نه هنوز نه. من اومده بودم وسایلمو جمع کنم. چرا داری میری؟ بریل من فکر میکردم شاید تو دیگه اینجا بر نگردی. گفتم حالا که تو نیستی منم نمونم. اومدم وسایلمو جمع کنم. این چیه؟ خونه؟ نمیدونم. از کارکنا پرسیدم گفتن شیشه شکسته. خونه اندره؟ نمیدونم. فکر میکنی کیو کشته؟ شایکا نرو. لطفاً منو با اندر تنها نذار. معلومه که نمیرم. من تو رو لازم دارم بریل. اصلا قصد ندارم تنهات بذارم.
خوش اومدی. خوبی آبجی سلوی؟ سلوی قراره یه مدت اینجا مهمونمون باشه. خونه مال توه. زندگی هم همینطور. هرچی تو بگی. چرا اینطوری حرف میزنی؟ اگه طور دیگه ای حرف بزنم میتونم حریفت بشم؟ تو هم میخوای وکیل باشی آره؟ تو دانشگاه یادتون میدن که چطوری با هم مافیا بازی را بندازی؟ مامان، سلوی هیچ گناهی نداره. یعنی رئیس مافیا تویی؟ مامان بس دیگه این بحثو ببندیم. نمیبندی. من بچه ای تو نیستم. تو بچه ای منی و تو باید به حرف من گوش بدی. میفهمی دارم چی میگم؟ باشه مامان حرف بزن. حتی اگه راحت میشی روم توف کن. راحت جان؟ من وقتی راحت میشم که تو این کاراتو بذاری کنار. فهمیدی؟ این خیلی خوبه که دوستش داری. یکی هست که اینقدر قشنگ نگات میکنه. یه دختری هست که قلبشو کف دست تو گذاشته. میفهمی دهان؟ اون تو رو دوست داره. آخه چرا تو نمیخوای مثل بقیه زندگی تشکیل بدی؟ ها؟ چرا نمیخوای بابا بشی؟ چرا نمیخوای زندگی کنی؟ من تو رو به دنیا نیاوردم که مردمو بدبخت و بیچاره کنی. به دنیا نیاوردم تا آدم بکشی. تو رو به دنیا آوردم تا یه مرهمی واسه زخمای مردم باشی. میفهمی؟ من همینم مامان. ببین منو، حتی اگه دشمن جونت باشه، حتی اگه قاتل بابات باشه، اگه به یک بنده خدا آسیب بزنی، اون وقت شیرم و حلالت نمی کنم. حالا برو به کارت برس. امانتی تو دست منه.